تحصیل خوب باشید. بچه ها امروز اومدیم با یک گیم پلی عالی از OSM یا مربی برتر که بهمون یه مسابقه ای رو داده که من اسم تیم من یعنی تیم من کلا منچستر سیتیه. بریم یه گیم عالی رو بزنیم. حالا خودتون میبینید دیگه، من توضیحات رو نمیدم. بسا این طرف تیم منه، این طرف هم فکر کنم توتنهام. آره توتنهامه. یه گل بهمون زدن، بریم ببینیم ما هم میتونیم بزنیم یا نه. ایبروینه و جوردن آلوز، سیلوا نتونستن وزد از دو هیچ تاتنهام بهم 2-0 گل زد. برای زمین رو تایپ گل بعد توری آسیب به داشت تعویض شدیم بازیکن و 2 تا تاتنهام بهم زده و انشالله ما هم یه گل عالی رو میزنیم. فودن که نتونست و بولینگام آوردم تو سیتی. حدسه ها خیلی گبی بازی میکنه. نیمه اول تموم شد، بریم نیمه دوم که 2-0 هست. نیمه اول انشالله که با نیمه دوم با قدرت میریم. کجا رفت برامون؟ آره بچه ها امیدوارم نیمه دوم خیلی خوب با توان قدرتمون بازی کنیم. دیبروینه نتونست. من که اینجا میبینم باختیم 3. بابا باید یه چیزی هم که شد بزنیم دیگه. 4-0 حاجی. من یه نگاهی به دفاع بندازم حاجی دیگه نمیدونم. خودم قبولش دارم. برام جایزه هم بده. من اصلا کلا قاطی کردم با این خط دفاعی که کندن داشت با این دروازه‌بانی که داشت. اصلا بعد از این بازی ما ببینیم صدر چنده این بازی. اینا صدر جدول آرسنال هم که بزنیم. بچه این ترکیب منه باید ببینیم. این دیبروینه جاش اصلا اینجا نبود، اصلا اینجا هم نیست. آرزوه این دو تایی خوده خیلی خوابه. آرزوی خودم رو میندازم اینجا. اینجا اسپیه، اینجا هم حالن که خودشونه تاب چون تحصیل قاطی شده بود. آردی بچه برام آردی والتر. اصلا جای این اینجا نیست.
الان ترکیبمون عالی شد. بریم ببینیم چیا میتونیم بخریم. هاپا رو میکشتاش میدیم کانه نیمار میده 18 میلیون. از طرف من باید نیمار رو بخریم. بالا اگه من 10 میلیون کامل پول دارم باید بریم اینا رو بگیم 10 میلیون. من زیاد فکر چطوری بگم امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو هم برده باشید. بچه‌ها این از ترکیب من بود که نیمار رو هم خریدم. امیدوارم که خودتون بیاد حتما فالو کنید تا ویدیو بعدی